این نوارها از توی خونه‌دارشوی قهر و اراده میباشند. قهر شهروند تاجیکستان و اراده از ازبکستان. آنها در دانشگاه تکنولوژی شهر سنت پتربورگ فدراسیای روسیه تحصیل دارند. بعد شناسایی آنها گفتند که همدیگر را مثل لیلی و مجنون نغز دیدند. عشق و محبت صمیمی آنها را به قرار آورد که عائله برپا نمایند. با این قرار جوانان والدان مانع نشدند. از هر دو جانب با خرسندی قبول کردند. این خوشخبر رو خیلی خوب قبول کردم، زیرا که تاجیکان و ازبکان برادرانی عزیز هستند. من حتی تصور نمی‌کردم که دامادم از تاجیکستان می‌شود، ولی جوانان حیات و تقدیرشان را خود انتخاب می‌کنند. بگذار صاحب فرزندان زیاد شوند، این نشانه دوستی خلق‌ها می‌شود. ما البته با خرسندی به مهمانی می‌آییم. بگذار آنها نیز به نزد ما به مهمانی روند. از همه مهم بگذار جوانان خوشبخت باشند. من خیلی شدم. توی عروس و دامادی قهر و اراده برپا گردید. این مراسم اول در ازبکستان با ریایه رسم و عنعنه خوارزمیان گذشت. سپس نوخانه‌داران به تاجیکستان آمده در حوله قهر هم با ریایه عنعنه‌های ملی تاجیکانه مراسم توی عروس و دامادی را ادامه دادند. وقتی که من شنیدم که فرزندم تلفن کرد، فرزندم در دولت روسیه استودنت میخونه. وقتی شنیدم که دوست بین وی و همون دختر از ازبکستان دوستی پیدا شده، من با جان و دل را قبول کردم، با تلفن قبول کردم. ای به تو خاطر این ما ینور گفته زمستون نگفتیم و را دعوت کردیم که تسر توی شود. نوخانه‌داران یک روز پیش در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه واسه عقد نیکو بستند. اینجا اطلاع دادند که پایه مستحکمی و خوشبختی عائله این مهر و محبت زن و شوهر و احترام حقوق‌های همدیگر میباشد. در تاجیکستان عائله مقدس شماریده شده. همه سال 15 می همچون روز عائله جشن گرفته می شود. در این روز با اشتراک عائله های نمونوی چهاربینی ها برگزار کرده می شوند. عائله سالم این برابر حقوق زن و مرد تربیت فرزندان سالم اعتراف گردیده. حیات این گونه عائله ها میان اهالی همچون عائله نمونه عبرت ترغیب کرده می شوند. مثال این عائله در محله به نام سینا، محله که قهر و اراده توی خانه‌دارشویشان را گذرانیدند، همسایه آنها امیربک و ایما خود را عائله خوشبخت حساب میکنند. سال 2020 با حیات این عائله قریب نیم عصر پر می شود. آنها با روزگی همدیگر و دعای والدان عائله تشکیل کرده 45 سال باز زندگی دارند. از آن دوره 10 ساله ها گذشتند، لیکن خاطره های نیک فراموش نشدند. حیات عائله همه طرفا زندگی روزی هستم که همین عائله در غلط من خواهد که عائله تو امروز یگان گپی بین ما گپی سخت شدگی نیست. یا دیگر حرمت احترام خوب میکنیم. اولادای خدمت اولادای او را ما حرمت میکنیم، او حرمت میکنه، همین چیل دکورای. ما او را گوش میکنم، او ما را گوش میکنم. مصلحت یا دیگر قطعی هم فرزندان به ویا رسوندیم. زندگی که ما اینطور میگذاریم. بین ما یگان خفگی، یگان جنگ جنجال خیلی شدگی نیست. یا دیگر حرمت کردیم. امیربک و ایما حیات عائلویشان را با مصلحت همدیگر پیش بردند. فرزندان سالم به دنیا آوردند. امروز آنها هر کجا باشند هم به یاد والدانشان هستند. بابا و بیبی در یاد نبیره ها خود را خوشبخت میشمارند. ایستو خوشبختی ما چیل دکور خوشبخت سو میکنم که همین فرزندای خوب دارم، فرزندای بگپ میکردگی دارم. گوش میکنن، مثلا همین مصلحت میکنن، چی کاری کنن، جدا هم باشن، چی کاری دکورش میان، ایما مصلحت، ایوشش مصلحت میپرسن که ما همین کار کنیم چیل میشود، چی مصلحت اون میکنیم. در محله امیربک وظیفه مهم جمعیتی را به دوش دارد. او رئیس کمیته محله است. سالهای آخر نافهمی ها بین نوخانه‌داران و جداشوی عائله های جوان او را به تشویش آورده است. طلبه مکتبن بسیار وقت هم خیلی میشود که خواستگارا میان همون طلبه مکتب اولی تیار نیست برای به شوهر برآمدن. 18 ساله نیست. 18 ساله نیست، لوگ تیار نیست هم برای همین خیلی مکتب بود میکنه، همین سالش میرسه عمر میتن میروه. فکر نمیکنه که همین سال همین هم تر مثلا ما همش بوم موزه ما میره. یکمش باید که پدر مادر و مصلحت یا دیگر قطعی اختیار روزی یا دیگر قطعی شوهر بودن. دیمش که باید که در همین بین زندگی فرزند و مثال بچه و دختر و کلین ندروین کلمتر رو. همین یا زایلی همین یا سخت رفتار کنن که مثال همون فرزندا عائله خوب شوند، زندگی خوب بینن، خونه ویران نشوند. بسیار عائله هست که همین با ایش یگون چی میکنه در او یا دیگر فهمی نشده جدا میشن میرن. باید که حرکت کنم کلمتر که همون خودتر در راه بدرورم.
پایداری اویلا نه تنها وظیفه جامعه همچنین یکی از مسئولیت‌های بخشی ثبت اسناد اولاد شهروندی میباشد. سبب‌های ویرانشوی اویلاها هم مسئله از جانب این بخش آموخته شده تحلیل و بررسی می‌گردد. 32 حالتی که بکارشوی عقد نکاح به قید دولتی گرفته شده است، از اینها 21 حالتش در اساس حلنامه سود و باقی مانده در اساس عریضه یکجایی همسرانی که فرزندای عمومی نابالغ ندارند به قید دولتی گرفته شده است. سبب‌های اساسی بکارشوی عقد نکاح این به زندگی مستقل آماده نبودن جوانان و نکاح برمحل و دخالت شخصان دوم و سوم و اینچنین به مهاجرت دور و دراز رفتن پسران سبب بکارشوی عقد نکاح گردیده ایستاده است. قهار و اراده عهد کردند که مثل امیربک و اویمو اویلای خوشبخت باشند. با همین نیت برای ادامه تحصیل آنها به فدراسیون روسیه رفتند. امیربک و اویمو همیشه دعاگوی آنها هستند.